السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، امروز یک موضوع بسیار جالبه که درباره کلمه طیبه است که چی حکمت‌ها و چی رازهای در این نهفته شده است می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم. شاید اکثریت قبال این رازها و این حکمت‌ها را که در کلمه طیبه است نفهمند. بسم الله الرحمن الرحیم. این تحلیل زیبا و حکمت آمیز درباره کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله نکات جالب را از نظر عددی و مفهومی بیان می کند. بیایید آن را کم بیشتر بررسی کنیم. ساختار عددی کلمه طیبه از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول لا اله الا الله، بخش دوم محمد رسول الله. جمع این دو بخش 24 حرف می شود که اگر به عنوان یک اشاره نمادین در نظر بگیریم می توان نشان دهند 24 ساعت شبانه روز باشد. از این رو پیام این است که یک مسلمان باید تمام شبانه روز زندگی خود را مطابق فرمانهای الله و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگذراند. حکمت نبودن حروف نقطه‌دار در دو بخش کلمه طیبه. بخش اول لا اله الا الله بدون نقطه است. این میتوان به این معنا باشد که در توحید هیچ گونه شرک و نقص نباید باشد، یعنی نباید حتی به اندازه یک نقطه هم برای خداوند متعال شریک قائل شد. بخش دوم محمد رسول الله بدون نقطه است. این میتوان نشان دهنده این باشد که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کامل و بی‌دلیل است و کوچکترین خدشه یا انتقاد به شخصیت و مقام ایشان فرد را از دایره اسلام خارج می کند. ارتباط با نحو ادای کلمه طیبه. یکی از ویژگی های شگفت انگیز کلمه طیبه لا اله الا الله این است که هنگام گفتن آن لبها حرکت نمی کند. این موضوع حکمت خاص دارد. کسی که در حال مرگ است و قدرت زیاد ندارد می توان این کلمه را بدون زحمت و بدون حرکت لبهایش ادا کند. زیرا خروج از دنیا به این کلمه بالاترین موفقیت است. نشان می دهد که توحید یک حقیقت عمیق قلبی است و نیاز به تکلف زبانی ندارد. پیام اصلی کلمه طیبه. این تحلیل از کلمه طیبه یک پیام مهم برای زندگی ما دارد. بخش اول لا اله الا الله هدف زندگی ما را مشخص می کند. عبادت و یکتاپرستی خاص برای خداوند است. بخش دوم محمد رسول الله راه و روش زندگی ما را تعیین می کند. پیروی از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدون هیچ گونه تردید یا جایگزین. نتیجه گیری زندگی 24 ساعت ما باید در اطاعت از الله و رسولش صلی الله علیه و سلم باشد. در توحید کوچکترین شرک جایز نیست. رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کامل و بی دلیل است. کلمه طیبه را می توان به راحتی حتی در لحظات ضعف و مرگ بیان کرد و این نشان دهنده رحمت الهی است که راه نجات را برای همه آسان کرده است. این تحلیل یک نمونه زیبای از اعجاز زبانی و عددی کلمه طیبه است و نشان می دهد که هر جزء از اسلام دارای حکمت‌های عمیق است که اگر در آن تأمل کنیم می توانیم زندگی خود را کامل در مسیر رضای الله متعال قرار بدهیم. امیدوار هستم که موضوعی که درباره کلمه طیبه بر شما ارائه کردم مورد پسند شما قرار گرفته باشه و یک چیز را آموخته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.